درود شنوندگان گرامی. با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتار سیوم. میزبانان دعا کرده به سفر فاتحه دادند. استودابکر از کوچه های کجلک تاریک مکه مکرمه برآمده به راه منزل آخرین پیغمبر آخرین زمان افتاد. خیر القرا، مادر شهرها، گفتم در دلم، اگر بار دیگر دیدن تو در نصیبم باشد، در روزی نیکت ببینم. مقال قدیمه عرب می گوید که کل یومین بدتر، یعنی احوال بنی آدم روز از روز بدتر می شود که بهتر نه. تاریخ کهن شاهد است که این گپ درست نیست. پس روزهای نیکی تو هم در پیشن. خیر ای مادر شهرها. هوا تا رفت سیرون می گردید. لباسهای گرمترمان را در خرطوم مانده بودیم. خنک خوردم. دکتر لنگ یک بابی سرگذشت بود. اکنون همین نمی رسید که شمال خورده کسلی روی بستری شوم. اسرافیل 2 پارچه احرامش را از سفرخلطه خود برآورده یکی را به من داد که 4 قد کرده به کتفم بردایم. به هزار درا اسرافیل، کاش که همه برادران تو بر این مهربان می شدن. خیر خوب بخواب. بگو که این پارچه کدام قسمت احرام است؟ آن که یبکت بود یا آن که به کتفت می پرتافتی؟ چی فرق دارد؟ شستنم را خدا دیده بودی کو؟ واقعا اکنون به یادم رسید. ببخش مرا برادرم. در مینای مبارک گفته بودند که احرام را کشاده به کمبغل بخشیدن ثواب بود. من این مصلحت را بجا آورده بودم، ولی ثانی‌تر دیدم که خودی مصلحتگران، حتی اسرافیل هم احرام‌هایشان را به چمدان‌ها جای کردند. ملا عراقکه شرح داده گفت که احرام حاجی یک چیزی تبرک است. او که شیرین به وطن برده کاف برینش را به 4 کس تقسیم کرده دهید. تومار دخته سرش به آسمان می رسد. به خودی حاجی باشد هم ثواب می رسد، هم یک چیزی میدانی، یعنی که نظر و نیاز می رسد. اسکندر جرم به سبب نگفته بوده است که اگر خواهی از حج آمده میلیونر می شوی. مرتبه حاجی را بلند گفته تعریف کردن چیزی نگفتن است. در هر قدمت صاحب اعتقادان داشته باشند زر و زیور، نداشته باشند جان خود را نثار می کنند. یک ملا سال بعد از جنگ از حج 1 شیشه آب زمزم آورده بود. وی تا به همین قریبی ها و اخلاصمندان آب شفا هدیه می کرد و نظر می گرفت.
در ایروپورت دوشنبه عزت و اکرام حاجی شونده را با چشم خود دیده بودم. من در انتظاری ساعت پرواز در گوشه با عائله و رفیقانم می نشستم. با گسیل کردن همسفرم ملا تیشبای قریب 50 نفر مرتا برآمده بودند. یک قسم گسیل کنندگان او را می شناختم که نانوای، سرتراش، فروشنده شده کار می کردند یا در بازار از نام کلخاز و کلخازچی ها با خرید و فروش مشغول بودند. تقای من که با اکثر آنها جوره و به ملا تیشبای مرید بر این یک اخلاصمند بود، در بین این دو گروه ماکوار رفته می آمد. ثواب طلبان به ملا تیشبای دسته دسته پول انعام کرده ایستادند. خم شده به گوشم پیچی راست زد او. چرا؟ چرا میگوید؟ تعامل همین دیه. به شخصی به حج رونده هر کس موافق قدرتش انعام میدهد که به شرافت وی به ثواب داخل شود. ها میگوید اگر تو هم آدمی درست میشودی به مسجد درابرا کرده می ایستادی، حاضر کار داد بالای روغن بود. جوره های تو همه ها و اسکندر بر این محمد دانه های به بیزاعت در کیسه یک تین نیست و تکبر بر آسمان. ستاره تقایم با اسکندر راست نامده بود. بار هر دوی آنها را در خانه تنها مانده چند دقیقه به کوچه برآمده بودم. گشته آمدم که تقایم کلوش و محسیش را پوشیده از زینه فرامده ایستاده است. ها تقا چی شد؟ چرا خستید؟ ایمانه باز چی شد میگویده؟ یک آدمی کتی من هم گپ کردی که آوای کافری تپ تیار بوده است که؟ شما قیزیق تقا گفتم با او. تا کافر شدن وی چند معلم خون جگر شدگی و شما. تقایم برای این ایضاحات با من هم یک هفته ناگپ شده گشت. اما در ایرپورت او درباره فایده مسجد روی راست گفته بود. قاریکه پیش از سفر همه حاجی ها را به زیارت مسجد مسکو برده بودند. اسرافیل کشاله کرد که من هم از دنبالشان روم. تا دمی که بیناهای مسجد، توفه های به مسجد داده دکتر سوکرن جمال عبدالناصر را تماشا کردیم، به نماز پیشین مردمی بسیار جمع شد. بعد نماز امام مسجد اعلان کرد که یک گروه به حج روندگان امروز مهمان ما می باشند. با آواز به قوت تأثیرناک و تلفظ تازه عربی قرآن تلاوت کردن تیمور جان قاری در بالای بار توصیف سرباری شده شهرت گروه ما را تا به افلاک برداشته بود. در روی حولی ما را قوم مسجد احاطه کرده گرفتند. یک گروه مستفیدان بیخبر از آن که من در بین 17 خادم دین یگانه خدمتگار علم هستم دستانم را با نوبت می فشردند، به سر و رویم با نوازش دست می رسانیدند، با کتفهایم از هر سو مهربانانه دست زده خیریت سفر و راه سفید می طلبیدند و در عین زمان کیسه های خود را کافته پول دراز می کردند. من به اصرار آنها نگاه نکرده پول را نمی گرفتم. با وجود این وقتی که خود را با عذاب از میان ازدحام وارهانیده به دروازه مسجد رسانیدم، از کیسه های پهلویی پیچکم 22 سوم یافتم. به من پول مفت هرگز نمی فارد. این خرافات نیست، گپی خشک و خالی هم نیست. این خلاصه است
از تجربه 24 ساله. اگر 10 تینی از کوچه یافتم را به کیسه اندازم، حتما از 30 تینی حلال خود جدا می شوم. باری در ایام استودنتی در وقت تعطیل تابستانی برای کمتر پول کار کردن از طرف استانسیه سانیتری اپیدمیولوژی برایان به کماندیروفکا رفته بودم. وقتی حسابی بوغالتر استانسیه در قسم خراجات برای نقلیات 25 سوم با پولی کهنه زیاد نوشت. زار ماند یا پول شیرینی کرد یا با چی خیالی رفتم و خب استادم. روز دیگر فوتوآپاراتی هوسکاری 180 سوم با پولی کهنه که در آن سالها باعث افتخارم بود طعمه دریافت شد. بنابراین 22 سوم صدقه گرفتم را به کاغذ پیچانیده و به کیسه انداخته تا بیگاه در مشتم فشرده گشتم و همین که بیگاهی اسکندر از کارش برآمد و ما در آشخانه وا خوردیم، پول را به پیش او مانده مصلحت پرسیدم. با چی گرفتی؟ به استنطاق درآمد او. من امینم که همه این پول نفقه یا مزد مهنت حلال است. من نگرفتم جورا جان، خودشان به کیسم انداختند. تیقی لینج بود، نفهمیده ماندم. کله در کجا بود؟ به کیسه یگان چیز دیگر هم اندازن نفهمیدم گفته برداشته میگردی. ای بسیار آسخالی نکن لقی. من آمدم به دلخوشی، از پیش برآمد غوزه کشی. توانی یگان مصلحت بیده، نتوانی از فکر خودم نمانم. اسکندر یک دشنام 2-3 قلاچی را گفت و پول را گرفته به سوی بوفت رفت و یک دسته بلیت لاتاری خریده آمد. این چی مقامت؟ کارت نباشد. به تگ دیوار کعبه که رسیدی نغزک عبادت کرده از خدا التماس کن که به این لاتاری ها بورتای کلان کلان برارد. بعدی برگشتنت راضی می شود. ثانی می بینی چی کار می کنم. در تگ دیوار کعبه از خدا درخواست کردنی بردی لاتاری از یادم رفته است. در آنجا کمینه در غم جان خود بودم که مبادا در تگ پای حاجیانی به خروش آمده مانده به زیارت بارگاه آسمانی پروردگار اینقدر بر محل مشرف نشوم. چشمی روز کفید و ما در ایستگاه قرار گرفتیم. چایخانه ایستگاه هنوز کار نمی کرد، ولی چایخانه چی بیدار بود. چندی از همسفران به ایوان چایخانه آفتابه های تنوکگی را برداشته به سر چایخانه چی رفتند که برای طهارت آب بگیرند. من هم نزدیک رفتم. چنانه که در خرطوم در اطراف راننده تاکسی شده بود، حاجیان در گرد چایخانه‌چی دوره گرفته بحث می کردند. چایخانه‌چی آب را به پول دادن نمی خواست. اینها با او درباره ثواب و شرافت نکوکاری وعظ می گفتند. او گوش می کرد و نمی گفت. بنده خجل شده 1 ریال از کیسه برآورده دادم و مناظره به آخر رسید و 6 افتابه از آب پر شد که به همه رسید و زیادی هم کرد. بعض خراجات میده چویده را گفته نشستن البته آنقدر کار زیبنده نیست، خصوصا که 2.5 فونت سودانی به کرایه تاکسی 7-8 دلار از سیگارت کشی همسفران بر زیاد خرج کردم مبلغی کذایی نیست. اما هرچند کوشیدم که
به سرفکاری بعضی همسفرانم اهمیت ندهم، باز نشد که نشد. غیر اختیارم به یاد می رسد که پول سفر اینها را تا یک تین آخرینش اداره های دینی آسیای میانه، قزاقستان، آذربایجان و تاتارستان و باشقرستان دادند. کمینه یگانه اعضای گروه هم که به خراجات سفر پول مهنت خود را نیز همراه کردند. آن مبلغی هم که وزارت تندرستی داده است پول مسجد نیست. غیر از این آخر من یگانه کسم که در اینجا بیکار نگشتم. به اینها به قدر حال خدمت میکنم تا که چمدانهای دوچند افزون و گران گشته خود را صحت و سلامت به خانه برسانم. در ایستگاه دیگر ماهی بریان خریده بینان تحتل کردیم. راه مدینه منوره در یک قطعه از نزدیکی ساحل شرقی بحر سرخ می گذشته است. از تریزه اتوبوس گاه گاه خلیج‌های بدامن بیابان سر درآورده یک تنیمته زورق‌های به ساحل چپه کرده مانده شده یا بادبان قایق‌های دور ماهیگیران به نظر می رسید و زود غایب می گردید. اتوبوس ما به غایت تیز می گشت. هر زمان از یگان فورد، کادیلاک یا مرسدسی سبکرو پیش می گذشت. در خصوص اتوبوس‌های دیگر باشد حاجت گپ هم نبود. ما از آنها چون هواپیمای ریاکتیوی، از طیاره‌های عادی وینتوماتاری گذشته می رفتیم. زنی دو کودکداری از طرف چپی راننده و زنی یک کودکداری از طرف راست او نشسته هر دو زنهای وی بودند. زنی طرف راست جوانتر می نمود و هر ساعت چشمبند خود را بالا کرده پپیراس می کشید و به شوهرش نیز پپیراس دود کننده می داد. تیمورجان قاری سرود عربی را درباره 4 یار پیغمبر با آواز بلند زمزمه می کرد. معصوم مجمجدهان یک تماهی از ناشتا اضافی مانده را بروی زانویش رویمال پهن کرده خورد و اکنون خلطچه حلوا را برآورده آبک دهان می مکید. آشنای حولاگرم دین در سفر می خورید گویان از حلواهای ترشی دستان چسبک کارخانه خود یک خلطه چلافنی هدیه آورده بود. معصوم باری دخترمان را سبک کنیم گفته همان خلطچه را همراهش برداشته می گشت. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 30